سلام علیکم بچه ها. ما مثال امروزمون رو آغاز میکنیم. الکی با سی شرط مثالمون رو حل میکنیم. مثال 21 دا آمدیم ای گروه مثال های بگیریم. شرط مثال یه بار میخونیم. x1 y1 x2 y2 x3 پریمتر و مساحت آن را یابید. از فرمولای حساب کنی مسافت بین دو نقطه در همواره نگرید و سفارش بگیم 20. یعنی این مثال پیشتره استفاده برید. برای حساب کنی مساحت سکنجا فرمولای گرون را استفاده برید. یعنی همین فرمولا را ما میتونیم که در وقت حساب کردن همین مثال ما استفاده بریم. خب الکی ما x را داریم، فقط دو تا x دیگه ما باید در جا وارد کنیم. الکی سیستم جاش میشود y3. خب در فرمولا ما الکی داریم، برای هم که خطاگی جبر وارد است ایران تغییرش میتیم. همون انا اکنون نوبتی فرمولا نویسی میشه. در فرمولایی که ما داشتیم الکی مثال هستن. در جا ما چطور میکنیم؟ همه اینها رو ما دا سه تا خودش کنیم. یکی ما باید ایروی همین سکنجه را بیویم فرمولا ها را. برای همین ABS هم یکم باید بیویم. کمتر جا میپرتیم و سر میکنیم یافتنی ABS. بیشتر B میشود، بیشتر لکه S میشود. انا اکی سه ترکی ما موندیم دوامش میکنیم تا اینکه یارمون نیابیم. دوام مثالا کار کردن نمیتونیم. ما باید یکم ارا بیویم. برابری. خب اینجا ما میگیریم ریشه این انمی خودش تقریبا بگیم میشود. ارا میگیریم میبینیم x1 minus x2 در کوادرات. انا اکل جمعی ایجادا میشود. او علاقه درسته همین خیلی. انا مثال دیگریش را میبینیم. ما باید اکل قیمتی بره بیویم. برای قیمتی بره هم یافتن ای همه استفاده میبریم. علاقه همین را بگیریم بعد جابجا آسان تر میشه. یعنی که برابری خودش داره. به برابری ماس کرده ایجادا با دقت باشن. همین جای x1 رو علیش میشه. ایجادا میشه x2 مینوس x3 میشه. بعدا y2 مینوس y3 میشه. y2 مینوس y3 میشه. نوبتی s اومده کن. s هم همین را کپی کرده میگیریم. در اینجا میمونیم. برابری نیامد. برابری هم میمونیم. خب دوامش بتیم. در جا چی گپ گفتنی هسته؟ اینجا در لکه x3 مینوس x1 میشود. x3 مینوس x1 میشود. همین خیلی اینجاش هم میشود y3 مینوس y1 میشود. وقتی که یاشید بعدا ما پریمتر و مساحت هم میویم. یکم ما ای پریمتر تر میکنیم. پ برابری یا چی کمتر قبول نکرد. اما پیشکی قیمت نگرفتیم برای همون مستوید پ تنکم نه بغرشی. برای پریمتر یافتن اول ما شما میدونیم که اینها با چی اصول مونده میشود. ا جمع ب جمع s تقسیم 2. الکی ای فرمولای پریمتر. الکی اس هم میویم. اس هم چطور میویم؟ برای اس یافتن ضربی خب ریشه شود ضربی در داخل قوس ترکیبی
البته اینایش بوده در کود نیستیم. شاید دلیل میکنیم جای ایده آمینه بسونیم آ طرحی ب دیگرش میگذاریم iş zarbi candar korneste İslam tozaş makine o همطور در فرمولا با فکر که ما خاطری کردیم من اینجا ده P میشه P طرحی A اینجاش هم میشه P طرحی B با ضربی بعدا میشه در داخل قوسشم P طرحی یعنی بود فرمولایی مسافت هر دیره که ما چوب میتیم حالا یا تا چوب داریم برای قیمت حساب رو آوردن مورد در کنیم هیچ قیمتی پیدا میبرد خب کنسول اجازه میمونیم که بیشتر میمونیم که حالا ایسا ما چوب کرده میتونیم انمی باید فرمولای مثالی 21 ایشا که ما همین خیلی تست ننویسونم بعد ویدیو را در پاوزا مونده جوابشو فقط شما دا میگم تون روی هم میتونیم بگیریم مثال 21 همین بود خب مثال 22 را میخونیم قیمت تغییر یابنده های A و B را عوض کنید و قیمت های نوی A و B را چوب کنید نه مثال دیدیم اناکی را ما باید چکل میتونیم عوضش کنیم و باید چکل آنها را ای سرکت چوب کرده میتونیم ما برای اینها ایده قیمت داخل کننده A و B استفاده میبریم مثالی 22 خب اینا فرمولا بعدی بود کردن مثال 22 میشه قیمت A رو داخل کنید قیمت B رو داخل کنید بعدا قیمت نوی A با جای A B را پیچاد نمیتیم قیمت نوی B با جای B A را پیچاد نمیتیم اینجا در خب که از واپ هم کرده میشه نه که همین خیلی خطیش ما میتونیم که او دی B یکون کم دی زیادتی حلش کنیم میگذاریم با مثال 23 شرط مثال میخونیم خب تغییر یابنده های A B و S داده شدند قیمت های آنها را چنین عوض نمایید که قیمت A با B B با S S با A جایگیر کرده شوند قیمت های نوی A B و S را چوب کنید این هم جا با جا میکنیم بعدا نشان میتیم خب این مثال سیوم یعنی مثال 23 اینجا قیمت A B و S هم داخل میکنیم انا بعدا A را جای A را S را پیچاد میتیم جای B را A را جای S را B را پیچادش میتیم این بود مثال 23 میگذاریم با مثال 24 چی گفته استیم خب تغییر یابنده های A B و S داده شدند قیمت های آن را چنین عوض نماید که قیمت A با S S با B B با A جایگیر کرده شوند قیمت های نوی A B و S را چوب کنید یعنی اینجا برعکسی همون گپ رو میشود جاشون رو حلش میکنیم سر کرده خب این مثال هم قدر دشوار نیست فقط ما جایهای همه را چیکار میکنیم یعنی مثال 24 را میگیریم بعدا بنویسونیم A را داخل کنید B را S را داخل کنید جواب باشه A با B جای A را ما B را پیچاد میتیم جای B را S را پیچاد میتیم جای S را باشه A را پیچاد میتیم اکنون مثال 25 را نگاه میکنیم نظر میکنیم قیمت فونکسیایی y برابر 3 خب ضرب x در درجه 6 مینوس 6 ضرب x در کوادرات مینوس 7 رو برای قیمت دو داشته x حساب کنید یعنی x ما معلومه چنده با کمانداش ما معلومه یعنی ما باید بودیم حسابش کنیم خب رفتیم طرز حل خب نتیجه ما مثال 25 قیمت x رو داخل نماید x خلاص که با مخم دابل y برابر 3 ضرب محض پا در داخل قوس x 6 گفتنش که x با درجه 6 بردار 6 در مینوس 6 ضربی اما x در کوادرات مینوس 7 انمی مثال این طرزی کارش بود یعنی فرمولای مثال بود بعدا کنسول رتلان قیمت x y هم علاقه چوب دمیتیم با همی سربلند خانه بود باشین تا نوارهای بعدی